اگر ما با تاریخ پیدایش دهه دهبد نظر کنیم این با عصرهای 15-16 رفته میرسد. زیرا اگر پیدایش نخستین آن را ما نظر کنیم، نخستین نفرایی که هنوز در دوره سلاله شیبانیان و اشترخانیانی که در بخارا حکمران بودند، لعل بیگیم گفتنی خانم از حدود دهه دهبد سمرقند همچون مهاجر با کوهپوراهای حدود دره قراتاق آمده مسکن میگیرند و پس از آنی که زیادشوی اهالی در این مسکن ها آهسته آهسته زیاد شدن میگیرد، خب آن منطقه یا حدودی که امروز ما استقامت داریم مهاجرشوی اهالی دهه دهبد، یعنی از انمون دهه لعلبیگی که در قسمت بالایی دره قراتاق جایگیر است، از سالهای 30 عصر 20 آغاز می‌گردد. از دوره سالهای 22 1922 نامش دهبد شدهش. برای هم طرفای سمرقند هم گذشته همجا کوابش داشته آمده نامشون دهبد بود. یک قشلاق کلان تشکیل شد. نامش نلبک بود و هم دهبد آمده هم نلبک و جاشین شدگی. بعد دوره 1922 با اونجا پختکاری سر شد در کلخازی مان دوستی با اون وقت کلخازی جنوب بود، حاضر کلخازی دوستی شد. بعد همونجا آمدن اینجا آباد کردن. اینجا قمیزدار بود، اینجا آباد کردن. انا پختکاری و سبزوات کاری کردن مردم. حاضر مردم خیلی خودش گرانده گذشته. رحمت به جناب عالی که من زمین پرزیدنتی داد، مردم زمین پرزیدنتی به کارده شالی و گندم گشته زندگیش برساده است. یکی از شلاقای بهترین رایون ریگر هستیم. آن منطقه‌ای که امروز ما استقامت میکنیم در سالهای پیش، یعنی در سالهای 20 یک قمیشزار بود و بعدا در نتیجه مهنت زیاد و مهنت مردم با یک دهه امروز و یک دهه آباد تبدیل یافته است. و پیشنهاد یکی از مرد کهنسال خالقوف عبدالرحمن، یکی از باباهایی که در حدود دهه زندگی میکردن، پیشنهاد همون کس بود که گذشتگانی اهل دهه ما از دهبد سمرقند هستند. از همین سبب پیشنهاد همون کس رو مردم معقول دانست و با قرار مجلس وکیلان خلق شهر ترسونزاده از سال 2013 دهه کوی بشه به دهه دهبد تبدیل داده شد. در دهه ما مکتب، باغچه، مؤسسه‌های اجتماعی کار و فعالیت دارند که عین زمان در رشد معنویات نسل نورس مساعدتی خیلی کلان دارد. دهه دهبد 573 خوجگی داشته، نزدیکی 3,500 اهالی را در بر میگیرد. زندگی مردم اصلا هم ساحه کشاورزی، هم چاروداری و هم صنعت. خب در اینجا اصلا گویم صنعت‌های خرد، صنعت خردی خوراکواری جایگیر بوده. همچنین باز دکان‌های خردی به مانند آبجو باز، آب سیاب و به همین مانند دکان‌های خرد نیز در حدود دهه موجود است که مردم دهقانی‌های خودشان را در این صنعت‌های خرد برده کارکرد می‌نمایند. جماعت دهات قراتاق که از جماعت‌های کلانترین شهر ترسونزاده به حساب می‌رود، قریب 50,000 اهالی را در بر می‌گیرد و در حدود جماعت دهات قراتاق 24 دهه موجود است. در سال 2025 جماعت دهات قراتاق در آزمون جماعت بهترین جای اول را انتخاب کرد و در از دهه‌ها دهه دهبد که ما امروز در این دهه قرار داریم، یکی از دهه‌های بهترین در آزمون دهه‌های بهترین اشتراک نموده سزاوار جای اول گشتند. در مسئله آبادی
ва корҳои ободонӣ дар деҳа мо агар назар кунем, дар солҳои охир бо дастгирии сокинони сарбаланди деҳаи Даҳбед имрӯз як қатор корҳоро ба сомон расонидем. аз ҷумла соли 2023 аз ҷониби сокинони деҳа дар ҳудуди муассисаи таълимӣ як толори варзишӣ сохта ба истифода дода шуд. ҳамчунин бо дастгирии ассотсиатсияи падару модарон дар муассисаи таълимӣ, муассисаи таълимӣ чӣ хеле ки шумо дида истодаед, пурра аз таъмири ҷорӣ бароварда шуд. ва дар баробари ин дар қисмати болоии деҳа барои пайваст намудани деҳаи Зарнисор бо деҳаи Даҳбед як пул, яъне кӯпруке барои мошингузар байни деҳаи Даҳбед ва деҳаи Зарнисор ки ҳамдигарро пайваст мекунад, аз ҷониби сокинони деҳаи Даҳбед сохта ба истифода дода шуд. ва ҳамчунин дар наздикии анамун пул як чоҳе худ чоҳе ба чуқурии 110 метр аз зери замин обро мардум барои як қисми аҳолии деҳа бароварданд ва имрӯз аҳолии деҳа пурра бо оби ошомидании зеризаминӣ пурра таъмин мебошад. ва дар баробари ин соли ҷорӣ аз ҷониби сокинони деҳа зиёда аз 3.5 километр роҳҳои ҳудуди деҳа ки роҳҳои асосиро ташкил медиҳад пурра мунфаш карда шуд. дар соли 2025 дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Қаратоқ корҳои ободонӣ хеле вусъат гирифт. 15 километр роҳҳо асфалтпӯш гардиданд. 4 боғчаи кӯдакона ба истифода дода шуд. чанд синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳо сохта ба истифода дода шуд. шукри сарвар пешво эмоми раҳмон мекунем. шукр бо як коса обу пораи нон мекунем. сулҳу ваҳдат пойдор эмин бимонад то абад. ҷон барои меҳанаш 100 бор қурбон мекунем. чӣ хеле ки ба ҳамаи мову шумо маълум аст, дар ноҳияи Турсунзода дар ҷамоати деҳоти Қаратоқ дар деҳаи Даҳбед як хурсандӣ болои хурсандӣ аст. деҳаи мо дар соли 2025 ҷои аввалро ишғол намуд, яъне аз деҳаҳои беҳтарин ба ҳисоб мешавад. мардуми ин деҳа дастаҷамъона як кори хуберо ба сомон расонданд. муассисаи таҳсилоти томактабӣ ба сомон расонданд ки дар инҷа 32 нафар тарбиятгирандагон тарбият гирифта истоданд. мардуми деҳаи мо бисёр аз ин хушҳол ҳастанд. фарзандонашонро ба ин муассисаи таҳсилоти томактабӣ бо як рӯҳияти баланд барои тарбия гирифтан ба боғчаи мо меоранд. мақсад мо низ аз он хушҳол ҳастем ки дар деҳаҳо низ ана ҳамин хел боғчаҳои кӯдакона зиёд шавад. мо дастовардҳои хонандаҳоро агар гап занем, шумораи хонандаҳое ки дар озмуну олимпиадаҳо иштирок мекунанд хеле ва хеле зиёд ҳастанд. махсусан соли ҷорӣ, яъне соли сипариша, дар соли таҳсили 2024-25 як нафар хонандаи муассисаи таълими мо дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаи фанӣ аз фани асосҳои давлат ва ҳуқуқ сазовори ҷои сеюм гардида буд. ҳамчунин иштироки омӯзгорон ва хонандагони муассисаи мо дар озмунҳои илм, фурӯғи маърифат, фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, хуб барои монда шудааст ва ҳатто то сатҳи ҷумҳурӣ рафта иштирок намуданд. ман соли 2025 дар номинатсияи овозхонии академияи озмуни ҷумҳурии Тоҷикистон ватани азиз ман иштирок карда аз даври якум ва дуюм бо ҷои намоён гузаштам ва дар даври ҷумҳуриявӣ ҷои ифтихорӣ гирифтам.
در آزمون من سرودهای اکادمی میخوندم. بعد نام سرودی من خورشید جهانسوز و ثنای مهر بود. روی تو خورشید جهانسوز مباد، هم به تو چراغی عالم افروز مباد، با وصلی تو کس چومن بدآموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. از سال 2022 در مکتب موسیقی در نمینت اسباب‌های نفسی و ضربی میخوندم. بعدا استاد آوازخوانی اکادمی دولتزاده عزیز به مکتب به کار در آمدن. من در نزد آنها بعد آوازخوانی شروع کردم. طول 1 سال میشود که آوازخوانی کرده هستم. من در یکچند آزمون‌ها اشتراک کردم و در آزمون المپیاد فنی در دور نهایی سزاوار جای سوم گشتم و در آزمون علوم فروغ معرفت که از 6 فنی تعلیمی گذرانده بشود از فنی گئوگرافی اشتراک نمودم و در دور شهری سزاوار جای سوم گشتم. من می‌خواهم که در آینده نیز به در دیگر آزمون‌های سطح جمهوری اشتراک نموده سطح جهانبینی خودم را وسیع نمایم و بیشتر کوشش می نمایم که کتاب ها مطالعه نمایم تا اینکه دانش خود را صیقل دهم. مقصد اساسی اشتراک در المپیادهای فنی در من این است که من می خواهم که مکتب را با بهای اعلا به اتمام رسانده و دانشگاه سطح بین المللی داخل شده می خواهم که نام وطن خود را بلند بردارم. من شکرانه از این دولت آباد آسوده می کنم و شکرانه از پیشروی معظم ملت میکنم که به هر یک خاندان ما چنین دستاوردها را مهیا کردند. از جمله به دهه دهبید کتاب تاجیکان را همچون تحفه به ما هدیه کردند که من همچون یک اشتراکچی آزمون در آزمون تاریخ آینه ملت اشتراک کردم و از این کتاب تاجیکان استفاده کردم. من تصمیم گرفتم که این کتاب تاجیکان را تا آخر به انجام رسونم و در عائله من این کتاب تاجیکان را تنها نمیخونم. من با برادرم و خواهرانم این کتاب تاجیکان را میخونم. شاگرد من از شهر ترسونزاده از جماعت قرطاق دهه دهبید اوید با ورزش سبک. درباره ورزش سبک اگر گپ زنیم چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به سن 2 سال یعنی 2006 و 7 شدگی بود. چمپیون دارم. بعد 8 و 9 شدگی بود. چمپیون اینجا هم هست. بعد ماندگیش چمپیون کلان سالار شدگی بود. در دوران کلان سالار گپ راستش اینا مایدتر که هستن. جاهای دیوم سزاوار جای دیوم جای سوم جای یکم هم یک دخترچه شدگی بود. مسابقه جمهوری و یکتاش از مارچو ولایت سوق شده گذاشت. گروهی بود اینجا با جای یکم گیت آمدن. یکی دیگهش از بختر شدگی بود اینجا هم گروهی بود جای یکم گیت آمدن. اساس ما با شغل اساسی مردم رو گویم اگر در حقیقت قسمی زیادی اهالی با کشاورزی مشغول است که اساسی پرورشی اهالی دهه دهبید این پرورش شالی می باشد. یعنی در کشتی تکراری بعد از جمع آوری نمودن غله‌دانگی ها با کشتی تکراری با شالی کاری مشغول می شوند که
дар ҳудудҳои деҳа агар мо назар кунем, дар ҳамсоягии мо деҳаи имоми аъзам, деҳаи маданият 1, маданият 2 ҷойгир аст ва дар ҳамаи ҳамин деҳаҳо қариб 1 то ва 2 тоги обҷубозҳо ҳастанд, ки барои коркар кардани шолӣ ва ба биринҷ табдил додан хизмат мекунад ба аҳолӣ. سطح زندگی دهه دهبید از با مهنت و زحمتی آنها به وجود می آید. یعنی در هر یک اویله دهه دهبید هر یک اویله رو از خوردی با مهنت تربیت می کنند و تمام ساکنان دهه دهبید از خوردی به مهنت مشغول هستند. از جمله در دهه ما شالیکاری خیلی رشد کرده است که شالیکاری زحمتی بسیار هم زحمتی بی اندازه رو میخواهد. دهه دهبید میتواند که در دیگر بازارها سهم خود را گذارد یا اینکه بازار استعمالی را تامین نماید. من از سال 1959 زندگی دارم در همین قشاق. در همین قشاق جعبه. ما همین 10 سال زمین داریم پرزیدنتی. خدا باشکر مهنت میکنیم میگیریم. یا سال ذخیره جمع کرده میگیریم. اینجا هم ماشون جوال زبانه و سیاه و ویدارن هم باش این بابرگاهشون. آب اگراتا همش 100% داریم. من از حاضی خانه به خدا باشکر شال هم کردگی، ترب کردگی، گشنیش هست، سبزوات، هرچی چی داریم خانه به کردگی. من این قشلاق بام سهمو میرسد یاردم میکنیم. کشتکاری کارتشکا پیاز بسیارتر میکاریم برای چی که آب با ما دسترس هست. از آبی دایرو میگیریم. خب ما در اینجا جویک‌های کارتشکا تیار کردیم. خب کارتشکا میشنونیم نصیب کرده باشد ماه مای تیار میشود. وقتی که کارتشکا را جمع کرده گفتیم در جایش با جوارهای تخمی یا برای علف برای چاروا کاریده میگیریم. خب اثر از ساعتی زمین اگر نغز مهنت کنید حاصل خوب میگیریم. خب اگر زمین به مهنت کنید زمین هم میخوروند هم میپیشوند هم چارو با خس و خاشاک میشد. دیگر ما هم فقط در همین زمین ها کوشش میکنیم که یک پارچه زمین 2-3 حاصل در یک سال رویانده گیریم. کارتشکا، پمیدور، بودرین، خب بالگارسکی اینها همش در زمین‌های نازی حولگی شنونده می‌شود. خب برای تیر نزدن حشرات‌های ضررآور در وقتش باز داروها می‌زنیم که همون کارتشکا و سبزوات‌های کردگی همون از چیزهای ضررآور امین نگاه داشته شود. هر سال ما ماهای فیورال میشنوندیم. بازی که دیدیم آب و هوا نقص شده است این سال 10-15 روز بروقتر شنوندن کارتشکا رو آغاز کردیم. اگر برف بارد این برای برف باریدن ما کمتر خاک رو در بالاش زیادتر کشیدیم. اگر برای آدم خنک نمیزند برای هوا کمتر خاک رو در بالای کارتشکا بسیارتر
кашида мондем. از صنف یکم کنیم سر کردیم همین سیستم چربادوریا از خوردی تیار داریم که یک تا دو تا گسوله بود حرکت کردیم ذوق داشتیم من خدا با شکر تو همین ساعت تو همین تو رسیدیم که من خدا با شکر همین قطار هست صوتی سیمنتال آلمانی میباشد که یک سال و پیمو از 750 کیلو میباشد یک سال پیمو زوتی چورنی پیاستر مولو یک دو تا گسوله کردگی است که من اینجا گسولهشون دایونشون هست همش نگاه بین همین سه وقت نگاه میکنیم سر باید 2 کیلو 3 کیلوگرم میریزیم کنجورا که میرکودی صفت کرم من اوش هم وقت در پیشش هست با عبید میشد یک کمتر علف میپرتیم با بگه همین خیلی 2 3 کیلو میریزیم حیاتش با کمتر پخول علف میپرتیم همین کتی بود این بخاطر زوتی محلی خودمون است یک سال و 7 ماه شد جای کنجورا کمیرکود من خوراکش جوگوری همه چیز میتیم اومخته کرده مقصد خوراک چورو همین فقط ذوق در کار مهنت در کار نگاه کردن در کار در دهه دهبد ما نیز زنان هنرمند خیلی زیاد هستند و آنها یک چند نمودی نانها رو میپزند. امروز ما از فرصت استفاده برده نمودی پختنی نان چپاتی که در دهه ما بسیارتر نامدار است میپزیم. چپاتی در هر یک منطقه ها هر خیلی پخته می شود. مثلا در منطقه کولاب چپاتی رو بسیار تنوگ میکنن، لیکن در منطقه ما این رو نانی رسیده میگوییم. خمیرش رو خیلی سست شورانده و همخیل کمتر غلظتر کرده میگیرند. این نانهای رسیده خیلی وقت سخت نمیشوند. آنها همخیل ملایمی خودشون رو نگاه داشته خیلی در وقت خوردن هم خیلی بسیار بالعزت هستند. باز با بالای این ما قلمه میپزیم، در بالای دیدان ها در روغن قلمه ها میپزیم. فطیرهای قد میکنن زنهای دهه ما. در توی معرکه ها ما همخیل نانهای چپاتی باز با بالای این قریب چند خیل کلچه ها میپزیم. کلچه های ما هر خیله میباشن. کلچه های گردک داریم. با ما نانهای رفیده نانهای فطیر خمیر میگوییم. از بمانندی فطیر خمیرش رو سخت شوریده خیلی یک باز نانهای با مزه میپزن. خلاصه همین نان هست، حیات هست و خواهش اون رو داشتم که همه وقت ما به قدر همین آبادی به قدر همین سیری پوری که در تاجیکستان ما هست رسیم و دایم شکرگزار آن باشیم که چنین حیاتی زیبا و آسایشته و چنین دولتی آرام و صاحب استقلال داریم. نامپذیرا بسیارتر حاضر دخترکانی که 12 ساله هستند. البته در دهه ما دخترکان ما با آنها نامپذیرها رو یاد میدیم. من اینجا مادران هنرمند داریم. در مکتب هم سکسی‌های خیلی هنرهای ملی داریم که در اونجا دخترکان از سن 12 15 سالگی البته همین نانها رو در دیدان میبندن میگن. ما به زبان ما به لهجه ما میچسبونیم، در دیدان میچسبونیم میگیم. هر یک زن باید همین هنرهای پخت و پزی را از همین نامپزی سر کرده باید تواند
چون که وقتی که در زندگی زن هنرمند باشد و زندگی خیلی زندگی آباد می شود و در همین زندگی همون زن خودش هم یک آبروی کلانی رو میگیرد. مثلا به خانه یک از دخترت رو گسیل میکنی، اگر وای همین هنرها رو داشته باشد سری همون مادران نیز بلند می شود که دخترشون اینقدر هنرها رو میتواند و با دل پر به خانه یک شخص دیگر گسیل میکنند. برای تیار کردن آش بریده ما پیش از همه اول آب، نمک و ارد به ما لازم می شود. زواله می گیریم، زواله را گرفتم پس کمتر میمونیم دم میگیرد. بعد ما به تگ دیگ علو میکنیم، روغن انداخته پیاز و گوشت بریان میکنیم، آبش رو میانزیم و بعد از اون علفای مثلا گیریم شلخه، اسپناق، برگ لبلبو، هم خیلی چی رو ریزه کرده می انزیم. پس از پختن اونها بدرونش باز دانگی ها می انزیم، لوبیا، نخود. وای که جوشید بریون که کردیم آب انداختیم جوشید، بعد توپه رو می انزیم بدرونش. این چند نمودش هست اخی توپه. من خیلی بریدش هست، بای خیلی پهم می برن، توپه دستکش میگن. خوراکای ملی بسیار است خیلی. ما در فصل بهار بسیارتر کوچه میکنیم. آش کوچه رو کوفته تر کرده میمونیم. بعد از اون بعد وقتی که روغن انداخته پیازش رو بریون کردیم آب میانزیم و کوچه رو میانزیم. همون نمودهایی که مادرم مثال میپختن در وقتش همش من یاد گرفتگیم. حاضی همیشه پخته میتونم. در کلنوم یاد دادم، در دخترام یاد دادم. کلنوی همسایه های جیغ میزنم نشون میتیم. من همه خیلی کرده پزیتون گفته. پختنی او موچاولا، او موچ همیشه اونرش میبرم. آش بریده خوراکی ملی میباشد. وقتی که این رو ما به دیگ میاندازیم کمتر علوه‌اش رو تیزتر میکنیم برای اینکه با یک دیگرش نچسبد، یک دیگری جدا ایستد. این خوراکای ملی رو ما مادر بیبی کلان همون هم یاد گرفتگی. وقتی که اینا میاندازیم تیز میکنیم علوه‌اش هم بلندتر میکنیم که برای که این نچسبد. در دوره پیش من در وقتی مهون وقتی در دوره من سالای 70 80 تا 90 ایولا بسیاری می شدن، بسیاری پخته می انداختن، می ساختن، می انداختن، کورپای کیلون و دوماده می کردن، بعد جمع کرده می گرفتن و کیلون دوماد می دادن. حاضر هم می کنن، کمو بیش می کنن، می تونستگیش می کنن. زمانهای پیش به زنها با حلاجی پخته میگذراندن. من اینجا با خیلی دستیم چیگید میکنم. این کار آدم رو سبک میکند.
اینجا هنرهای خلقی بسیار من اینجا زنها روی مول بفسادین چیگید میکنیم برای کرپا تیار کردن بعد میسازن اینا سوچه وقتی میسازن و بعد کرپا برای عروسا کرپا میکنن همین دکانچه‌ای که از میبینید از بیبی هم میراث ماندگی از بیبی هم به مادرم میراث ماند از مادرم به من میراث ماند در حدود جماعت دهات قراتاق زنهای ما به هنرهای مردمی مشغول هستند و همه زنها امروز با دختران خود با کلینهای خود عموما در مکتبها در درسها هنرهای مردمی ما را صیقل میدهند و به جوانان امروزه نشان میدهند با اصول دهه به دهه مکتب به مکتب واخوری ها گذرانده می شود و در همین اصول دهه به دهه با تمام همین هنرهای مردمی که امروز در دهه 10 دیدید در دیگه دهه های هم نقشه بندی کرده شده است و مقصدی هنرهای مردمی از بین رفتن همین چاره‌بینی رو گذرانده ایستاده ایم و در آینده نیز در سال 2026 نیز ما بسیار کارهای آبادانی رو به نقشه گرفتیم و این سال نیز کوشش میکنیم که از پارسال دیده زیادتر کار و فعالیت نموده خود جماعت قراتاق را در عرصه تمام جمهوری تاجیکستان بلند برداریم. یک وقت وی آمدگی بود شغل اهالی زنها برای زنها یاردم زنها آمدگی بود همه زنان دهه جمع کردن همین چیز شدن ما به پول ما هم چیزا یاد گرفتیم بسیارتر ما نسکی پای پاک اینم روی مولای کلان میدوزیم برای زنها آدم بسیار شوقمند میکند و عصبهای آدم آرام میکند و ما هیچ وقت هنر داریم خار نمیشه بهترین چیز هنر است جوانه هم یاد گرفتیم من خیلی دک کردن و من این هنرمندی بالشت دوزی زردوزی زمین دوزی حاضر هست دمهون بسیار کار کردیم خب همون گذشتیم این کارا چی ما خیره شد یا شکو میکنن حالا جوانو